کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که بر اثر ترکش بالون گاز و سوختار صبح 20 ایون سال 2022 در داخل کاوهخانه لولا واقع در خیابان رودکی نویه شامنصور شهر دوشنبه 3 نفر سنشان از 20 تا 36 ساله جراحت برداشتند. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مجروح شدن تنها یک نفر را تصدیق کرده بود. بنا به اطلاع کمیته ایالت‌های فوق‌العاده یک نفر این جراحت برداشتگان ساکن جماعت چوینگران شهر وحدت بوده 20 سال داشته است. دو نفر دیگر ساکنان شهر دوشنبه می باشند که یکی 32 ساله و دومی 36 ساله می باشد. همه آنها به بیمارخانه مرکزی رقم 3 شهر دوشنبه انتقال و بستری کرده شدند. صبح 20 یونیو سال 2022 ساعت 09:20 دقیقه در کاوهخانه لولا واقع در خیابان رودکی بالون گاز موی ترکیده در پی آن در درون کاوهخانه در مساحت 5 متر مربع سوختار به عمل آمد. در ویدیویی که شاهدان به پرویز تیوی فرستادند دیده میشد که از درون کاوهخانه دود میبراید و بر اثر ترکش شیشه های آن شکسته روی کوچه پوره شیشه پوره شده است. وزارت کارهای داخلی رعایت نکردن طلبات قاعده های بی‌خطری را سبب ترکش بالون گاز در کاوهخانه لولا نامید.